صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. خب دوستانتان به شما یاری دادند؟ بله سیمرغ، ولی من حالا پورا نفهمیدم که وطن چیست. البته معنی وطن بسیار وسیع است، بسیارتر پرسیدن در کار. انا به شما باز یک بار دیگر یاری میرسانم. در زیر درختان بچه های دهات را میبینم. آنها هر روز بعدی به کار پدر و مادرشان یاری دادن برای بازی و خوشحالی هم وقت مییابند. از آنها پرسیدن نمیخواهید که وطن چیست؟ البته میخواهیم، به نزدشان میرویم. رفتیم وفادار. تو هم دوستانی نو پیدا میکنی؟ تشکر منیژه. من دوستانی نو را نقد میبینم. سلام بچه ها، ما در دهه شما مهمان. سلام دوگانه ها. من بژن، این کس منیژه و این دوستمون وفادار. ما با یک سوال نزد شما آمدیم. از دیگران هم پرسیدیم. فکر شما را هم دانستن میخواهیم که وطن چیست. وطن برای من غمخوری دوستانم. البته وطن یک کوچه میدان بازی ماست. وطن این افسانه بیبی آغوش گرمی مادرم است. وطن مکتبی من است. وطن آنجایی است که همیشه میتوانی به نزد دوستانم برگردی. وطن سرد میشود از گواره، از شیر پاک و علی مادر. بچه ها، من بسیار چیزها را فهمیدم لیکن یک چیز را نه. مثلا چی رو نفهمیدی؟ یاد دارد برای دانستن آنکه آب از کجا پیدا می شود ما همراه سیمرغ سفر کرده بودیم. رفته از کجا سر شدن آب را فهمیده بودیم. واو واو. فهمیدیم. جویچه ها دریاچه شدن، دریاچه ها بحر و آبانبار، بحر و آبانبار بوغ، بوغ ابر، ابر برف و باران می شده است. برف آب شد، آب جویچه شد، جویچه دریا شد، دریا بحر شد، بحر بوغ شد، بوغ باران و برف شد، برف و باران باز آب شدند. خیر، کجاش نفهمو بود است؟ برای من نفهم آن است که وطن از کجا سر می شود. یافتم. پگاه اکنون به سیمرغ میفهمانم که وطن از کجا سر می شود. چرا این به یادم از اول نآمد؟ این سخنی دوست داشته پدرم کو. وطن سر می شود از گهواره. عالم گومه
چشم خوش برایا لایا لایا لایا. با من هم این فکر مقبول عالی جناب. آقا این کشفیاتمون رو به سیمرغ میگیم. албатта мегӯем. вале ҳамсолони тамошобини мо дар бораи ватан чӣ фикр доранд? درست دوستانی عزیز، کنی شما هم فکر کنید وطن